سلام. آیا شما با کلاس‌های تزریقات آشنایت دارید؟ آیا میدونید تزریقات وریدی به چه صورت هستش؟ آیا با انواع آنژیوکت‌ها آشنایت دارید؟ میدونید هر کدوم از این آنژیوکت‌ها کجا کاربرد داره؟ آیا با آنژیوکت پروانه‌ای یا اسکالپ آشنایت دارید؟ آیا میدونید فرق این دوتا با همدیگه چیه؟ آیا میدونید کجاها و چه موقع میتونید ازش استفاده کنید؟ و آیا رگ‌های بدن رو میدونین کجا هستش؟ آیا میدونین کجاها میتونید شما رگگیری انجام بدید؟ پس لطف کنید اگر بلد نیستید حتما سر کلاس‌های ما شرکت کنید تا به شما کاملا توضیح بدیم که به چه صورت میتونید یک رگگیری انجام بدید. رگگیری که داخل خونه برای خانواده خودتون میتونید انجام بدید بدونی که هیچ هزینه‌ای به درمونگاهی پرداخت کنید. خودتون خیلی راحت داخل خونه برای پدر، مادر، همسر و سایر بستگان